با درود دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ This is مورسو. من مورسو هستم. به کانال ریلیشن کلاس خوش اومدید. رابطه کلاس رابطه ها. ریلیشن کلاس رابطه. امروز میخوام در یک مورد خاص باهاتون صحبت کنم که هیچ کس تا حالا باهاتون صحبت نکرده. بهترین ویاگرا. دوستان، هممون میدونیم که برای یک رابطه طولانی و خوب ما باید ویاگرا مصرف کنیم یا آفرودیت یا خیلی از قرص‌های دیگه. ولی من میخوام یک روش خوب بهتون معرفی کنم. البته هیچ وقت به پای ویاگرا نمیرسه، ولی خیلی جواب میده دوستان، به خصوص برای مردها، چون واسه مردها خیلی سخته، واقعا سخته. فقط یک مرد میدونه تو این حالت چه حالتی داره. یک زن، یک دختر هیچ وقت نمیدونه که ما چه حالتی داریم. دوستان، خانمای عزیز، ما رو درک کنید، درک پلیز. میخوام یه چیزی بهتون بگم امروز در مورد ویاگرای سناریویی. دوستان، وقتی که خیلی وقته با پارتنر خودتون هستید، خیلی ساله یا ماهه یا هفته ستا باهاش رابطه دارید و مثل روز اول نیستید، چیکار باید بکنید؟ به نظرتون چیکار باید بکنید؟ گفتم به خصوص مردهای عزیز، چون خیلی سخته برای ماها، خیلی سخته. نعوذ، میدونین خیلی سخته واقعا. ببین، اولین چیز باید با پارتنرت در میان بگذاری که بگی من همچین مشکلی دارم. البته مشکل نیست، خب برطرف میشه. که همچین مشکلی دارم، باید باهاش صحبت کنی، راضیش کنی. اگه راضی نشد و میدونی که قبول نمیکنه و میره، باید فقط تو مغز خودت این کارو بکنی. سناریو. وقتی که باهاش همخوابی میکنی، باید تو سر خودت سناریو درست کنید. سناریو. فکر کنی که یک نفر، یک دختر دیگه در رو باز کرده و شما رو نگاه میکنه. به این میگم ویاگرا، سناریوی مغزی. فکر کردن به اون چیزی که میخوای انجام بدی. داره دزدکی شما رو نگاه میکنه. فکر کنید، حتی گفتم میتونید با پارتنرتون در میان بگذارید که من همچین کاری باید بکنم وگرنه نمیتونم. خب اگرم قبول نکرد، خودتون به تنها این کارو بکنید که در باز کرده که میخواد بیاد و یک رابطه 3 نفره رو داشته باشیم. این خیلی مهمه دوستان. همه چی، کل مشکلات ما، همخوابی همش اینجاست. یعنی تو مغز یک مرده که چجوری به یک نعوذ خوب برسه. غذا خیلی مهمه، ورزش خیلی مهمه، ویاگرا که گفتم خیلی مهمه، ولی سناریو ضربان قلب رو میبره بالا. ضربان قلب رو برد بالا، خون بیشتر، تورک ها و نعوذ بهتر. دوستان عزیز، هر سناریویی که دارید شما میتونه انجام بدید. مثلا وقتی که داری همخوابی میکنید، حالا شاید طرفتون بگه این داره خیانت میکنه. مشکلی نداره. گفتم اگه تا جایی که میتونین راضیش کنید پارتنرتون، چون به مرور زمان تکرار باعث میشه که ما سر بشیم متاسفانه از رابطه. و این نمیدونم کی درست میشه، آیا میشه یا نه، ما نمیدونیم. ولی به مرور زمان باور کنید دوستان عزیز، خانمای عزیز، به مرور زمان یک رابطه کمرنگتر و سرتر و رو به تمومی میره. فقط به پارتنرتون اجازه بدین که حین صحبت کردن و رابطه چیزی که تو مغزش بهتون بگه، چون بهتر میتونه یک رابطه خوبی باهاتون داشته باشه. و من تجربه 30 سالمه که دارم به شما میگم. تجربه 30 ساله مورسو. خب دوستان، اینم از درس امروز. ببخشید من جام خیلی خوب نیست، من تو کمپ پناهندگی که دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم. مورسو. Lion in a cage guys. خیلی خوشحال میشم که لایک کنید و سابسکرایب کنید.
برای ویدیوهای جدیدتر آماده باشید.